این حالی فیلمیش очеред جنگ جنجو تماشاش کن. این ایرو سیمی مای چهارم برو مای سمپاتی نمیگیریم یا نه؟ حالی واپروس. بر ضمن همه دردسر در بیشتر از 10 منطقه روسیه تاکسیرانی برای مهاجران را منع کردند. مقامات شهر و ولایت‌هایی که این محدودیت را جاری کردند میگویند هدف تامین امنیتی مردم است. چند پیش این خبر را فهمیدیم. اکثری تاکسیران‌ها نمیدونند که چی کار کنند. بعضی ها رفتند. بسیاری ها بر این فکرند که دیگر در اینجا امکان کار کردن نیست. من حالا کارم را ادامه میدهم. در تقدیرم هر چی باشد میبینم. نمایندگان جمعیت قرقیزها در نوسیبیرسک میگوید که محدودیت به شهروندان قرقیزستان ربط ندارد. پاتنت алған. محدودیت به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان که با پتنت کار میکنند دخل دارد، ولی ناظران همه را نگه میدارند و میگویند روس نیستی چرا تاکسی میرانی، تو حق نداری. دیروز 2 نفر را بازداشت کردند. یکی را صبح آزاد نمودند. راستی کار در تاکسی خیلی مشکل شده است. میگویند خدمات تاکسی فایز خود را بلند میبرد. اگر چنین شود دیگر کار در تاکسی برای ما معنی ندارد. این مهاجر قرقیز 6 سال است که در نوسیبیرسک تاکسی میراند. به گفته او توجه پلیس روس از اول به مهاجران زیاد بود، ولی بعد از حمله تروریستی در کراکوس تفتیش و نظارت سخت‌تر شد. قبلا در راه منع میکردند و اگر سندها درست میبود زود جواب میدادند. حالا به شعبه میبرند و اگر بیگاه برند راننده را تا صبح دیگر و تا آمدن همه کارمندان شعبه نگه میدارند. مقامات روسیه گفتند که در بیشتر از 10 شهر و ناحیه‌های روسیه از جمله در ولایت ورانیش و کامچاتکا به نزدیکی جلب مهاجران به کار در نقلیات جمعیتی از جمله تاکسیرانی منع می شود. در ولایت‌های تولا، کالوگا، چلیابینسک و یاخوتیستان و حتی در کریم اشغال شده کار مهاجران را در ساحه تجارت منع کردند. اگر چنین ادامه کند من احتمال به قرقیزستان برمیگردم. بسیاری ها چنین فکر دارند. از اینکه در کشوری بیگانه عذاب کشی بهتر است آن را ترک کنی. آخر سال گذشته یاندکس تاکسی گفت که در این شرکت 80,000 راننده نمی‌رسد. یک سبب را کاهش تعداد مهاجران کاری گفتند. حالا به باور کارشناسان محدودیت‌های نو نارسایی نیروی کاری در روسیه را بیشتر می‌کند.